تصاویر باور نکردنی زهرا الهام با جمال مبارز که اصلا باورتان نخواهد شد. مراسم ازدواج زهرا الهام و جمال مبارز در کدام کشور برگزار خواهد شد؟ خانواده زهرا الهام در کدام کشور زندگی می کند؟ دلیل رفتار عاشقانه جمال مبارز با زهرا الهام چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. زهرا الهام یکی از هنرمندان جوان و با استعداد کشور بوده است. از ولایت هزارنشین ولایت زیبای غزنی می باشد. زهرا الهام بزرگ شده کویته پاکستان بوده است و به نظر به علاقه و شوق فراوانی که به موسیقی داشت در پاکستان نزد استادان فراوانی شاگردی کرد و در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع اشتراک کرد. توانست زهرا الهام در مدت 15 سال ستاره افغان تلویزیون طلوع اولین دختر خانمی باشد که در این جشنواره های پی در پی مقام اول را از آن خود کند. زهرا الهام آهنگ های فراوانی بالخصوص به زبان زیبای پشتو می سراید که وی طرفداران و علاقمندان خاص خودش را داشته است. زهرا الهام با لیلا خان هنرمند پاکستانی چند قبل آهنگ های پشتوی سرود که به یک بارگی نامش گل کرد. جدیداً زهرا الهام در کشور استرالیا زندگی می کند و پیشنهاد ازدواج جمال مبارز را پذیرفته است. قرار است این دو جوان تا 2 ماه آینده در کشور استرالیا ازدواج کند. هرچند خانواده زهرا الهام در کشور ایران زندگی می کند، ولی من پیوند ازدواج این دو جوان را از صمیم قلب تبریک گفته آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای زهرا الهام و جمال مبارز از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. دوستان و همراهان همیشگیم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران زهرا الهام و جمال مبارز به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درودی دیگر همتان را به الله منان سپرده. موفق و کامگار باشید.